یه موقع‌های یک نداهای ناامیدی از درون ما میاد بیرون. ناامیدی، نمیشه، من نمیتونم، من به درد امام زمان نمیخورم، اصلا منی که انقدر گناه کردم مگه میشه به درد امام زمانم بخورم، اصلا از کجا معلوم من بیام تغییر بکنم موفق بشم، بارها شده من اومدم یه حرکتی بزنم موفق نشدم. امام صادق میفرمایند وقتی مؤمن میخواد یه حرکتی رو بزنه، یه کار خیری بکنه، به سمت سعادت و خوشبختی اینا بره، یکی از نیرنگایی که شیطان دارد در او ایجاد ناامیدیه. ایجاد ناامیدی از شیطانه. خواهش میکنم این کلام امام صادق رو باور داشته باش. امام صادق میگه این ناامیدی مال شیطانه. تو تصمیمت درسته، تو کارت خیرخواهانه است، اون ندای درونی خوب، ندای درونی نیکی که مثلا یه کار خیر کنم، یه حرکتی بزنم، این قطعا مال اون لقمه حلالیه که خوردی، به خاطر نمازیه، به خاطر گریه با حسینه، ولی وقتی که این ناامیدی میاد مال شیطانه.